فردوسی میگه زنها را بس است یک هنر، بشینن در خانه و زاین شعرانی نر. وظیفه شما همون تولد کردن فرزند است. می فرزند خوشرو کن، تربیه کن. خوشرو انشاءالله خونونش، خوشرو پوشونش انشاءالله اخلاقت قدمالا کرده خونه و بیجانو ریحانه خون ندیده بیچاره قدمالا درمش نخورده. من یک خانه درمدم مهمانی بینن بیچاره مهمانی کلید صندوقچه و یک گم کردن خنده کفته سادیان پیش ملاس خند برده گو خند نیست. یک محل خیلی گوشه یک دو لیکاچه خند آردم بیچاره و کودکا گل گاری پایسته سادیان. من خیلی تلنکچه گفتم پرت افتمش. آدم خاله جان اول نکا سرکه بیچاره یکا انو کودککات بیچاره قدمال گفته چشمش دو میزنه. من اون برکه با چی بگم اینو آی خوردن مردی اندو ملا مردی اینو با همین سر نبکنن بیچاره نخورده و اگر سر